چرا ازدواج نمی‌کنی؟ خب پیدا نکردم. اون چیزی که من میخوام نیست. من دوست دارم هم خیلی ورزشکار باشم، هم خیلی خوشتیپ و خوشگل باشم، هم خیلی معتقد باشم که همچین چیزی اگه میشه نباشه گیر نمیاد. باشم تو نمیبینی معتقد یارو بیرون نمیاد چه کجا ببینیش؟ اینم هست. خیلی سخته. خب به مادر و خواهر محترم بسپر که کسی پیدا کنن. باریکلا مادر عزیز، فردا راه میافتی تو فامیل. خب 3 تا ویژگی داشته باشه. ورزشکار باشه، معتقد باشه و دختر خوبی باشه، بعد پر باشه. یعنی وقتی با هم میشیم 4 تا حرف میزنیم 4 تا چیز یاد بگیره و نه اینکه نق بزنه این چی کامنت گذاشتون به تو چه 4 تا چیز زن بکشین سر زندگیت. من اون سفید دندونه. آره دیدی چرا که این همه دیگه سفید بشن بذارن نرن دندوناشونو داغون کنن. آقا یارو دندونو میاد دورشو میتراشه، دندون واقعی رو. خب بعد یه پلاستیک سفید نمیدونم صدف سفید میذارن جاش که فقط این دندونه خوشگل باشه. بابا نکن، عضو بدنته. اگر یکی دندونش خراب بود داغون بود بله، ولی یکی که دندونش سالمه به نظرم کار درستی نیست برای زیبایی این کارو کردن. به خاطر همین دندون سفید کننده خود دندون من خیلی دوست دارم. اینکه به جای اینکه برن این همه کار انجام بدن تامپوزیت چیه اینا و به دندونای واقعی شنیدم آسیب میزنن، من خودم استفاده میکنم که اینجا هم دارم اتفاقا. ببین خیلی جالبه این قضیه که میخوام بگم. خودم دکتر دندونپزشکم، تتلیتی‌ها میشناسن. دکتر مهیار من بهش گفته بودم که یه دونه سفید کننده خیلی خوب میخوام، این خمیر دندون رو آورد داد به من. بعد من فهمیدم که از 50-40 اصلا این وارد میشه و اینم که اون ژل چیزشه، همون تو بلیچینگ و اینا استفاده میکنن. خوبیش به چیه؟ خوبیش به اینه که طبیعیه، مال خودت درست میشه. ببین من دلیلی که من از آرایش خیلی بدم میاد ولی از تتو خیلی خوشم میاد میدونی چیه؟ چون تتو مال خودته باهاته، ولی آرایشو تو بری هموم برگردی یه چیز بماله از بین میره. چیزی که مال خود آدم نیست و لحظه‌ایه من دوست ندارم. اونایی که میخوان بسته سفید کننده دندان رو تهیه کنن که انحصاری دست عدد خسرو رو بفرستن. خسرو دو رو ارسال کنن به 1000. من به 2 میگم خسرو، 2 رو با خسرو میشه. به 1000 به 1050 ارسال میکنم. خب محصول مورد علاقه من